سلام. همونطور که همواره پیش بینی میشد، اعتراضات علیه گرانی و تورم بیدنده و ترمز بالاخره فوران کرد و در همون روز اول هم رأس نظام رو به عنوان بانی اصلی همه مشکلات نشانه رفت. خامنه‌ای قاتله! حالا مردم توی چند تا شهر اومدن بیرون، دارن خشمشون رو علیه کل نظام فریاد میکنن، ولی دوربین صدا و سیمای حکومتی مثل همیشه مشغول مالکشیه. از کسبه به مسئولان فکری به حال نوسان قیمت‌ها کنید. در پی نوسانات اخیر بازار ارز، جمعی از کسبه بازار با ابراز نگرانی از شرایط اقتصادی و افزایش قیمت اجناس خواستار اقدامات مؤثر و فوری مسئولان برای تثبیت نرخ ارز و بازگشت آرامش به بازار شدند. پس اوضاع مملکت همه جا گل و بلبل، فقط یه جمع، یعنی 2 3 تا 4 تا 5 تا مغازه‌دار، اونم نه اعتراض، اومدن از مسئولین خواستن که یک اقدام مؤثری انجام بدن که دلار بالا پایین نشه. همین. ببین این جمعی از کسبه که میگی تقریبا تمام بازارهای اصلی تهران، از بازار بزرگ تهران، عباس‌آباد، چراغبرق، لاله‌زار، سعدی، چارسو، آلومینیوم، طلا، ملت، قائم، علایالدین، بین‌الحرمین و رو شامل میشه. بعد نه فقط تهران، قشم، همدان، مشهد، ملارد همون شب اول تو خیابون بودن. بعد تنها اقدام فوری که از مسئولین خواستن این بود. حالا برگردیم به آقای مالکش صدا و سیما. این تجمع صنفی در فضایی مسالمت آمیز و بدور از هر گونه تنش سیاسی برگزار شد و کسبه تلاش کردند صرفاً مطالبات اقتصادی خود را مطرح کنند. به به، ببین چه تصویر قشنگی میده. کسبه اومدن توی روز آفتابی توی میدون دایره‌ای حلقه زدن، دست زدن، کف زدن، چند تا مطالبه اقتصادی مطرح کردن. مسئولین شنیدید؟ بله، خیلی ممنون. یعنی کسبه حرف دیگه‌ای نداشتند؟ بقیه ملت چی؟ بازنشسته، دانشجو، کارگر، پرستار، جوونا، الان اکثریت ملت همه راضین از اوضاع احوال؟ هیچ کس مشکلی نداره؟ مطمئنی؟ چه خبرتونه زدین به همه جا؟ دیشب خوابیدم طلا 15 بوده، امروز از خواب پا شدم 15 و 850. دارین چی کار میکنین ما مردم؟ یعنی چه هر روز دلار گران شد، ارز گران شد و فشارهای اقتصادی 1000 برابر شده بر مردم. مردم قدرت خرید ندارند. 1 گرم طلا از حقوق یک کارگر و یک بازنشسته بیشتر. این اسفبار، این فاجعه است. ناامیدی گسترش پیدا کرده، بیکاری، افسردگی. جامعه متوسط از بین رفته. 2 طبقه داریم، فقیر و دارا. دارا 5%، فقیر 95%. نگاه کنید آخرین نظرسنجی بکشه، تیک وسیعی از جامعه منتقد وضع موجود هستن، شاید بالای 90%، 95% از وضع موجود ناراضن و این زنگ خطری است برای آینده به اصطلاح نظام. به عنوان خادم ملت ایران و یک فرد امنیتی رسما اعلام خطر میکنم تا دیر نشده بجنبید که فردا دیر است. شرایط اقتصادی و معیشت و گرانی به یک جبهه خطرناک تبدیل شده. به خدا پناه میبرم از خشم مردم. هشدار این که جامعه در آستانه انفجاره رو که مهرای خودتون از مدت‌ها قبل میگفتن چیه؟ الان که اتفاق افتاد تعجب کردید؟ چی رو میخوای ماله بکشی؟ در همین حال برخی رسانه‌های معاند با سوء استفاده از وضعیت بازار تلاش می‌کنند فضای بازار را ناآرام جلوه دهند. این همه ملتی که اومدن توی خیابون شعار میدن و رسانه‌ها دارن جلوه میدن؟ مردم که خودشون توی صحنه دارن میبینن توی دانشگاه اون شعارها. فیلم ها رو که خود ملت دارن میگیرن، خودشون دارن شعارهای ملت توی خیابونا رو ثبت میکنن.
حالا حکومت آخوندی که با وجود همه آماده باش‌هایی که به نیروهای سرکوبگرش داده بود باز نتونست جلوی فوران خشم ملت رو بگیره، مونده که این صحنه رو چجوری جمع و جور کنه. از یک طرف اعتراض به گرونی رو که نمیتونه ممنوع کنه، چون اینقدر وضع خرابه که همین امام جمعه‌های گماشته خامنه‌ای مثل علم الهدی داشتن اخیراً به خرابی اوضاع اعتراف میکردن. بحث گرانی بحث روزافزونی نیست، بحث ساعت افزونی است. صبح یه قیمت، عصر یه قیمت، ارز صبح یه قیمت داره، ظهر یه قیمت دیگه داره. با هیچ ملاکی درست در نمیاد. پس این که گرانی و تورم روی اعصاب مردمه دیگه اثر من الشمسه و در رسانه‌هاشون مجبور شدن که این رو بپذیرن که این اعتراض رو دیگه نمیشه کارش کرد. دفاع پرست رژیم: اعتراضات مردمی ناشی از مشکلات اقتصادی حق طبیعی شهروندان است. پس مردم میتونن بیان توی خیابون به عامل و بانی این گرونی‌ها هر چی میخوان اعتراض کنن. بعد مشکل کجاست؟ برخی گروه‌های معاند خارج از کشور از جمله مجاهدین تلاش دارند اعتراضات مردمی را به ابزاری برای منافع خود تبدیل کنند. آها، پس اعتراضات تا زمانی خوبه که این گروه معاند خارج از کشور بهش نزدیک نشه. اولا این گروه معاند اصلا چرا معاند این نظام شده؟ اینا از اول معاند همه چی بودن؟ معاند به دنیا آمده بودند؟ یا اینکه نه، این نظام یک حق و حقوقی رو از مردم سرقت کرده، حق حاکمیت مردم رو گرفته داده به یک ولی فقیه مادام العمر، آزادی تشکل‌ها و اجتماعات رو سلب کرده، آزادی بیان و مطبوعات رو سلب کرده، یه جنایت‌هایی کرده، چند ده هزار جوون مملکت رو اعدام و شکنجه کرده که یک سری معاندش شدند. بعد اگر واقعا همشون توی خارج بودن و هیچ پایگاهی در میان مردم داخل نداشتند که دیگه جای نگرانی نداشت، پس حتما خودت هم میدونی که یه جاذبه‌ای هم توی داخل دارند که داری نسبت بهشون هشدار میدی و براشون دادگاه هم را انداختی. سوماً اگر میتونن اعتراضات مردم رو به سمت منافع خودشون بکشونن، پس حتما منافعشون با مردم مشترکه، یا بهتر بگم اونو هم دارن همون منافع مردم رو دنبال میکنن که میتونن مردم رو با خودشون همراه کنند. اگر اینا یه منافعی جدا از مردم داشتن و مردم هم یه چیز دیگه میخواستن که هیچ وقت نمیتونستن به نقطه جاذبه مردم تبدیل بشن. حالا راه حلش چیه؟ جلوگیری از بهره برداری دشمنان از این فضا ضروری است. راهکارهای پیشنهادی شامل اطلاع رسانی دقیق و شفاف، پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم و مدیریت هوشمند رسانه‌ای است. هان، و اما راه حل میگه بیایم اطلاع رسانی دقیق و شفاف بکنیم. آخه اطلاع رسانی دقیق با چی؟ با فیلترینگ اینترنت میخوای اطلاع رسانی کنی؟ یا با قطع اینترنت تو شرایط حساس؟ یا با مستندات دروغ و گزارش‌های جعلی 23؟ در مورد پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم هم که اگر شما این کاره بودید تو این 47 سال مگه وقت کم داشتید؟ بابا همین پزشکیان هفته پیش توی مجلس مگه نگفت که همینی که هست هیچ کارش هم نمیشه کرد؟ میگن حقوق کمه، خب کمه. میگن مالیات زیاد میگیرید، خب زیاد میگیریم. از این برم میگن حقوق زیاد کن. خب یکی به من بگه از کجا پول در بیارم که این بدم؟ فقط 10% صرفه جویی کنیم روزی 800,000 بشکه نفت رو میتونیم به اصطلاح حفظ کنیم. اون وقت میتونیم حقوق هم بدیم، میتونیم از امنیت و از نیروهای مسلح هم دفاع کنیم، جاده‌مون هم بسازیم، به معیشت مردم هم 10% فقط صرفه جویی کنیم. تو میخوای صرفه جویی کنی؟ پیشنهاد ساده. چرا این مملکت باید 2 تا ارتش داشته باشه؟ خب یکیشو صرفه جویی کن. کدوم کشور توی دنیا هم ارتش داره هم سپاه با این عرض و طول؟ خب یکیشو منحل کن. میدونی چقدر هزینه آزاد میشه؟ چرا این مملکت باید 2 تا سازمان اطلاعات داشته باشه؟ هم اطلاعات سپاه هم وزارت اطلاعات. خب یکیشو منحل کن. بعد مگه خودت نمیگفتی که کلی بنیاد الکی هست که داره توی بودجه کشور پول مفت میخوره؟ چرا همونا رو تعطیل نمیکنی؟ اگه من کار کردم کارم اثر داشت پول بده. اگه کار میکنم و اثر نداره برای چی پول میدی به من؟ تا دلت بخواد از این مؤسسات و نمیدونم از این بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم و ما پول داریم به اینا میدیم. خب چرا باید بدم؟ بعدم نمیتونم معیشت مردم از این ور تامین بکنم. خب یکی میدم که اصلا نباید بدم، از این ورم پول ندارم به اون یکی بدم. این که فقط حرف مردم رو به خودشون برگردونی که هنری نکردی.
تو که نشستی روی اون کرسی الان باید پاسخ بدی که چرا همین کارو تو الان نکردی، پشت چی موندی؟ هزینه میخوای صرفه‌جویی کنی اینجا هاست. چرا دستت رو گذاشتی رو گلوی مردم میخوای مالیات ها رو بالا ببری؟ پس وقتی ریز میشی میبینی که هیچ راه حلی در طرف حکومت برای پاسخ به این اعتراضات بر حق مردم وجود نداره. یه سری ادا اصول ممکنه در بیاره که بیایید با هم گفتگو کنیم، چند تا مسکنم برای تعدادی بده، ولی درست مانند اون زمان که شاه هم گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، دیگه کار از کار گذشته. میدانیم که فریاد ناشی از درده، به همین جهت اعتراضات رو به رسمیت میشناسیم و نه فقط تنگناها بلکه بحرانها رو هم میشنویم صداشون رو و میدانیم که این ناشی از فشار طبیعی هست که ناشی از فشار معیشت بر جامعه است. شنیدن صدای مردم، حتی صدای اعتراض تند مردم، وظیفه دولت هست. همه تلاش خودمون رو میکنیم با جریان گفتگویی که ایجاد شده و با اقدامات اصلاحی که داره صورت میگیره بتونیم آرامش رو برگردانیم. آخه درد توده میلیونی مردم که زیر خط فقر دارن جون میکنن که با این چیزا حل نمیشه. کسی هم فریب این شاموتی بازی ها رو نخواهد خورد. به خاطر همینه که رسانه‌های حکومتی فقط هشدار میدن که وای مردم حواستون باشه یه وقت با مجاهدین پیوند نخورید که اون موقع ساختار نظام میشکنه. جوان آنلاین، صرف نظر از اینکه این گلایه‌مندی ها فی نفس بجاست، اما همچون همیشه عوامل داخلیشان در کمین نشسته یا در برخی تجمعات حاضر شدند تا به محض یافتن فرصتی اعتراض را به ناآرامی و سازوکار ضد امنیتی تبدیل کنند. رسانه‌ها و حساب‌های مجازی وابسته به مجاهدین طی ساعت‌های گذشته با فراخوان‌های گسترده برای اغتشاش و اعتراض همان فرمول همیشگی را در این زمینه دنبال می‌کنند. همشهری، فراخوان مریم رجوی برای ایجاد آشوب در تهران نشان داد بار دیگر دندان طمع معاندان برای بی‌ثبات سازی کشور تیز شده است. دفاع پرس، هر گونه رفتارهای ساختار شکنانه سیاسی هیچ کمکی به بهبود شرایط موجود نمی کند. یعنی میگه ببین از ما انتظار نداشته باش که راه حلی برای این وضعیت بدیم. یعنی وضع از همینی که امروز هست بدتر هم میشه. ولی تو نباید اعتراض کنی. تو نباید با مجاهدین همراه بشی و بری دنبال ساختار شکنی. خب این همون وضعیتیه که اینا میخواستن در چند دهه گذشته به جامعه ما تحمیل کنند. ولی دیگه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. وقت بخیر و خدا نگهدار.